رئال مادرید فصل گذشته با نتایج نسبتا خوب در مقاطع حساس دچار ضعف شد. اصلی‌ترین مشکل اونا کمبود تنوع تاکتیکی بود. تیم زیر نظر آنجلوتی بیشتر متکی به توان فردی ستاره‌ها بود و وقتی با تیم‌های سازمان یافته‌تر یا پرژ جدید روبرو می‌شد، راه حل مشخصی نداشت. همین موضوع باعث شدش مدیریت این باشگاه به این نتیجه برسه که برای ادامه سلطه در اروپا نیاز به تغییر فلسفه داره. اینجاست که ناوی ژابی آلونسو وارد میشه. مربی که با بایرن لورکوزن نشون داد میتونه تیمی بسازه که هم ساختار دفاعی مستحکمی داشته باشه و هم در حمله و ترکیب پذیری بالا بازی کنه. انتخاب آلونسو در واقع انتخاب آینده بود. مربی که فوتبال مدرن رو میشناسه و با رئال فشارهای اون بیگانه نیست. میتونه نسل جدید بازیکن‌های رئال در قالب یک سیستم منسجم پرورش بده. انتقالات ترنت الکساندر آرنولد به رئال مادرید یکی از بمب‌های نقل و انتقالاتی این تابستون بود. سالها همه ما آرنولد رو به عنوان یک فولبک تهاجمی فوق‌العاده در لیورپول می‌دیدیم. بازیکنی که با پاس‌های مورب و تغییر جهت بازی، مخصوصاً ارسال‌های کشنده برای مهاجمات تغییر موقعیت می‌کرد. اما در کنار این توانایی‌های بزرگ همیشه یک علامت سوال هم وجود داشت: ضعف دفاعی. حالا سوال اینجاست که چرا ژابی آلونسو چنین بازیکنی رو جذب کرد؟ پاسخ رو باید در فلسفه تاکتیکی آلونسو ژابی آلونسو علاقه زیادی به استفاده از مدافعان کناری داره که بتونن در میونه بازی وارد میونه زمین بشن. یعنی بازیکنی که فقط به خط کناری چسبیده نباشه، بلکه بتونه بازی سازی از مرکز رو شروع بکنه. اینجا آرنولد حسابی ایدئاله، چون اون هم تجربه بازی در خط میانی رو داره و هم قدرت پاس بلندی برای شکستن خطوط دفاعی حریف رو داره. در واقع حضور آرنولد در رئال این اجازه رو میده که موقع حمله با تغییر شکل به یک سیستم سه دفاعه در عقب برسه و در عوض وسط زمین با تعداد بیشتری از بازیکن‌ها پوشش بده. چیزی که داخل لورکوزن آلونسو هم بارها دیدیم. در واقع آرنولد قرار فریپانگ جدید رئال مادرید باشه. اما نباید فراموش کرد که در رئال مادرید شرایط متفاوته. اینجا فشارهای رسانه‌ای بیشتره و سطح انتظارات بالاتره. و هر موقعیت آرنولد مهمترین نکته اینه که ژابی بتونه تعادل رو بین نقاط قوت و ضعفش برطرف بکنه. احتمالاً داخل بازی‌های بزرگ رئال سیستم رو جوری میشینه که یکی از هافبک‌ها یا مدافعای میانی پشت سر آرنولد رو پوشش بده تا ریسک‌ها کمتر بشه. به طور خلاصه آرنولد همون بازیکنیه که میتونه سبک بازی رئال رو تغییر بده، از تیمی که بیشتر متکی به فردیت ستاره‌ها بود به تیمی که سمت کنارها تا وسط زمین میتونه بازیسازی تاکتیکی انجام بده تا رئال مادرید بتونه موفق بشه. و این دلیل خرید ترنت الکساندر آرنولد توسط ژابی آلونسو و تیم رئال مادرید. از بنفیکا به رئال مادرید پیوست و باید گفت یکی از خریدهایی بود که شاید در نگاه اول بمب خبری به نظر نرسید، اما از نظر تاکتیکی برای ژابی آلونسو اهمیت زیادی داره. این مدافع چپ اسپانیایی فصل گذشته در پرتغال عملکرد درخشانی داشت و بارها مقابل وینگرهای سرعتی و تکنیکی به خوبی ایستادگی کرد. حتی در لیگ قهرمانان فرصت پیدا کرد تا مقابل بازیکن‌های بزرگی مثل لامین یامال قرار بگیره، جایی که تونست نشون بده تحت فشار و جدال‌های بزرگ چقدر تمرکز داره و آرامش داره. رئال سال گذشته در پست دفاع چپ مشکلات زیادی داشت. فران گارسیا هنوز اعتمادو به نفس نیاورده بود و مندی هم بیش از اینکه به تیم کمک کنه با مصونیت‌هاش خط دفاع دچار بحران کرده بود. همین باعث شد که مدیریت رئال مادرید به دنبال گزینه‌ای باشه که هم جوون باشه و هم آماده رشد در سطح بالاتر. کار راست دقیقاً همون پروفایل رو داره. یک بازیکن 24 ساله چپ‌پا و با توانایی دوندگی بالا و پوشش همزمان در حمله و دفاع. از نظر سبک بازی کاراراس فولبکیه که تمرکزش بیشتر روی کارهای دفاعی و حفظ نظم تیمی قرار داره تا حرکات پر ریسک هجومی. اون شاید مثل کارسلو یا حتی آرنولد فانتزی نباشه، اما یه بازیکن متعادل محسوب میشه. این ویژگی دقیقاً چیزیه که آلونسو می‌خواست، کسی که فقط وقتی که سمت راست با حضور آرنولد هجومی میشه بتونه سمت چپ ببنده و بالانس دفاعی تیم رو حفظ کنه. در مدل بازی آلونسو وجود یک دفاع چپ منظم مثل کاراراس به تیم اجازه میده در زمان تغییر سیستم بدون نگرانی از فضاهای خالی پرسینگ رو جلوتر انجام بده. به همین دلیل میشه گفت انتخاب کاراراس بیشتر به خاطر این بودش که اونها میخواستن یک مدافع منظم داشته باشن، نه یک بازیکنی که بتونه فقط زرق و برق تیم رو بالا ببره. رئال مادرید همیشه چشم تیزبینی برای شکار استعدادهای جوان آرژانتینی و آمریکای جنوبی رو داشته. از زمان رودیگر و وینیسیوس گرفته تا حالا ماستانتونو، این پسر 17 ساله تازه داخل ریور پلاته اونقدر درخشید که سری مورد توجه قول‌های اروپایی قرار گرفت. با این حال چیزی که ماستانتونو رو خاص کرده فقط استعداد فنی نیست، بلکه ترکیبی از تکنیکش و همچنین جسارت و شخصیتیه که برای سنش فراتر از انتظاره. البته نباید فراموش کنیم که ماستانتونو پر از حاشیه هم هست. در همین مدت کوتاه بارها خبرساز شده که چه اختلافاتی با مدیرای قبلی باشگاه داشته و همچنین اختلافاتش با بازیکن‌های دیگه و همچنین رابطه‌اش با دوست دختر سابق لامین یامال.
از نظر سبک بازی ماستانتونا یک هافبک هجومی و مهاجم ترکیبی به حساب میاد. بازیکنی که میتونه پشت مهاجم بازی کنه، توپ رو بین خطوط دریافت کنه و با دریبل‌ها یا پاس‌های عمقی خط دفاع تیم حریف رو بشکنه. خیلی‌ها در آرژانتین اون رو به بازیکن‌هایی مثل آیمر و یا حتی دیبالا تشبیه میکنن. چیزی که برای رئال جذابه همین توانایی خلق موقعیته، مخصوصا در کناره‌ها وقتی بازیکنایی مثل وینیسیوس و بلینگهام قرار داره میتونه خط حمله رو غیر قابل پیش‌بینی‌تر کنه. حالا سوال اینه، آیا ماستانتونا با سیستم ژاوی آلونسو سازگاره؟ جوابش اینه که بله، اما نه به عنوان مهره اصلی در کوتاه مدت. آلونسو عاشق هافبک هاییه که بتونن بین خطوط تحرک بالایی داشته باشن و فضای بسته تصمیم درست بگیرن. ماستانتونا این ویژگی رو داره، ولی برای رسیدن به ترکیب اصلی باید صبور باشه، برای نظم و تاکتیک و بلوغ رفتاری خودش کار بکنه. در کل این خرید ترکیبی از ریسک و پاداشه. اگر ماستانتونا بتونه حاشیه‌های خودش رو کنترل بکنه، رئال مادرید صاحب یک ستاره بزرگ برای آینده میشه. اما اگر نتونه خودش رو با فشار سانتیاگو برنابئو وقف بده، ممکنه سرنوشتش عجیب باشه. دین هویسن، مدافع جوان هلندی اسپانیایی، از آکادمی یوونتوس بالا اومد و بعدش به روم رفت و حالا در رئال مادرید حضور داره و قرار خط دفاع آینده تیمش رو بسازه. هویسن فقط 19 و 20 سالشه، اما خیلی زود نشون داد که ویژگی یک مدافع مدرن رو در خودش داره. قد و فیزیک مناسب و آمادگی برای نبردهای هوایی و سرعت بالا برای پوشش فضاهای پشت دفاع و از همه مهمتر آرامش در بازی با توپ. رئال مادرید فصل گذشته بارها از نبود یک مدافع میونی سریع ضربه خورد. میلیتائو مصدوم بود و آلابا هم همینطور و رئال مادرید از این قضیه بارها داخل بازی‌های بزرگ ضربه خورد. به همین خاطر جذب یک مدافع آینده‌دار در اولویت باشگاه قرار گرفت. هویسن دقیقاً میتونه همون رخش رو پر بکنه. جوون، قابل رشد و با سبک بازی که خیلی با سیستم آلونسو سازگاره. آلونسو برای خط دفاعش معمولا به دنبال مدافعیه که علاوه بر کار دفاعی بتونه در شروع بازی سازی از عقب هم نقش داشته باشه. یعنی مدافعی که فقط توپ رو دفع نکنه، بلکه بتونه با خط پرس حریف یک پاس عمقی یا تغییر جهت سریع بشکنه. هویسن این توانایی رو از همون روزهای اول در روم نشون داده. حتی بعضی‌ها در ایتالیا اون رو به ماتیاس دلیخت جوون مقایسه می‌کردن. از نظر شخصیتی هم هویسن خیلی بالغ‌تر از سنشه. آرامش بالایی داره و همچنین توی زمین جسور بازی میکنه. چیزی که برای رئال مادرید حیاتی محسوب میشه فشار هوادارهای برنابئو، چون اونها خیلی مدافع ها رو نگاه میکنن و حواسشون به اشتباهاتشون. البته نباید انتظار داشت که هویسن بلافاصله جای میلیتائو یا آلابا رو بگیره. احتمالاً در شروع کار به صورت چرخشی بازی بکنه و به عنوان یک مدافع با تجربه بازی بکنه. اما اگر روند پیشرفتش همونطور ادامه داشته باشه، میتونه در چند سال آینده ستون اصلی دفاع رئال باشه. به طور خلاصه هویسن خریدی نیست که یک تیتر بزرگ روزنامه‌ها بشه، اما برای آینده رئال مادرید حیاتی به نظر میرسه. ترکیبی از سرعت، هوش دفاعی و توانایی بازیسازی او، همچنین اون چیزیه که آلونسو میخواد و ساختار تیمش رو مدرن‌تر میکنه. و این دلیل خرید دین هویسن، مدافع سابق تیم‌های یوونتوس، روم و برموس توسط باشگاه رئال مادرید. و در پایان وقتی به کل پازل نگاه می‌کنیم مشخصه که رئال مادرید در این تابستون فقط به دنبال خریدای پرزرق و برق نبوده، بلکه دقیقاً بر اساس نیازهاش تیم رو بازسازی کرده. آلونسو اومده تا یک رئال جدید رو بسازه، تیمی که نه فقط از روی خلاقیت‌های فردی بازیکن‌ها، بلکه روی ساختار و هماهنگی جمعی تکیه داشته باشه. آنود برای تغییر ریتم بازی و اضافه کردن به لود تاکتیکی و از کنارها، کار راست برای برقراری تعادل دفاعی و رفع ضعف‌های سمت چپ و برای آینده به خط حمله اضافه کردن ماستانتونا حیاتی بوده و هویسن برای تضمین نسل بعدی مدافعا و ساختن پایه محکم در خط دفاع تیم رئال مادرید. این ترکیب خریدها نشون میده که آلونسو به جای اینکه بخواد دنبال راه حل‌های کوتاه مدت باشه، به آینده باشگاه نگاه میکنه. حالا سوال اینجاست که این تیم میتونه دوباره همون رئال همیشگی رو در اروپا تبدیل کنه؟ پاسخ کوتاه اینه که اگر بازیکن‌های جوان بتونن خودشون رو سریع با فشار برنابئو و تاکتیک‌های آلونسو تطبیق بدن، قطعاً اون رئال میتونه دوباره زنده بشه. البته نباید فراموش کرد که این پروسه زمان بره و شاید فصل اول تحت هدایت آلونسو فراز و نشیب‌هایی ببینیم. اما رئال تیمیه که همیشه یاد گرفته چطور در سخت‌ترین شرایط خودش رو بالا بکشه و همین امید اصلی هواداره. و در نهایت از شما ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید با سابسکرایب کردن و لایک کردن این رو نشون بدید و یادتون باشه که اینجا چنل VAR جایی که ما صحنه‌ها رو بازبینی می‌کنیم.